امیدهای تازه برای درمان سرطان. محققان پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه بعد از 20 سال پژوهش و تحقیق بر روی سلولهای سرطانی برای اولین بار در غرب آسیا موفق به ساخت واکسن درمانی سرطان مغزی و سرطان سینه شدند. حدود 20 سال هست که بنده کار تحقیقاتی رو حوزه بیوتکنولوژی انجام میدم و کارمون هم روی واکسن‌های سلولی سرطان هست. که زمانی که ما این کار رو شروع کردیم در واقع چیز زیادی از تولید این سلول ها در دنیا نمیگذشت. 6-7 سال از دنیا عقب بودیم، الان هم الحمدلله هم پایه با دنیا جلو میریم. واکسنی که ما تولید میکنیم از خود بیمار میگیریم، سلول رو تغییراتی درش انجام میدیم، به عنوان سلول های عرضه کننده آنتیژن دوباره به بیمار برمیگردونیم تا سیستم دفاعی بدن رو در مقابل سرطان تقویت بکنیم. واکسن درمانی سرطان مغزی که تاثیرش بر روی سرطان‌های مغزی پیشرفته هست از 3 سال گذشته وارد مرحله تزریق بالینی شده که تونسته این مرحله رو هم با موفقیت طی کنه. ما زیر نظر قضا و دارو کار تزریق به بیمار و کار بالینی رو انجام میدیم. در مورد سرطان مغز ما حدود 3 سال شروع کردیم. تعداد 10-15 تا مریض وارد پروسه شدن. همونجوری اطلاع دارید بعضی از شرایط باید فراهم بشه که مریض بتونه تا 1-2 سال این درمان رو ادامه بده. مریضی که تونست این مرحله پیدا طی کنه و تا آخر تزریقاتمون روش انجام بشه بهبودی کامل به دست آورده بود، سیستم ایمنیش تقویت شده بود و آخرین اخباری که داریم هنوز به حیات خودش ادامه داره. دانش فنی تولید این واکسن منحصر به دانشگاه ارومیه است و هر گونه استفاده از این واکسن در گرو هماهنگی و کسب مجوز از این دانشگاهه. ما در واقع آمادگی داریم که برای کل کشور هم خدمات رو بدیم، حتی خارج از کشور هم ما تقاضاهایی داشتیم از آفریقای جنوبی، از بغداد، عراق که بیارن، منتها مریض باید بیاد اینجا چون مریض باید خونگیری انجام بشه، بعد نمونه تومور بگیریم و بعد به خود مریض این رو تزریق بکنیم که اصطلاحاً ما میگیم تایلر مید هست، یعنی برای هر کسی باید درمان خودش رو انجام بده. اخیراً دانشگاه ارومیه با راه اندازی یک سایت مجازی در جهت تجاری سازی، معرفی و فروش محصولات تولیدی دانش بنیان و فناورانه هم قدم مثبتی برداشته. تومون 2 تا قسمت داریم. یکی برای ثبت فناوری هست که همه همکاران، همه پژوهشگران، دانشمندان و محققین میتونن اون محصولاتشون رو که به حد در واقع ارائه در بازار رسیده اینجا ثبت بکنند. ما اینها رو حمایت میکنیم. دکتر دلیررج و شرکت دانش بنیانش اولین شرکتیه که در زمینه انجام ایمونوتراپی سرطان مورد تایید معاونت غذا و دارو واقع شده. وجود بسترهای مناسب پژوهشی و تحقیقاتی در کشور باعث شده که ایران در عرصه‌های مختلف علمی در جایگاه مناسبی قرار بگیره. جایگاهی که حالا با همت پژوهشگران و ورود به عرصه‌های تجاری سازی انتظار میره در آینده در پله‌های بالاتری هم قرار بگیره. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه ارومیه.